الو. سلام عزیزم. میشه بپرسم من این پیام‌های عاشقانه‌ای که به من میدی چیه؟ تو نمیگی برای من درد سر بشه؟ حالا چرا اینقدر عصبانی؟ اوکی الان محمد خونه نیست، بهترین تایم بیا ببینم حضوری چی میخوای بگی. جدی میگی؟ تو جون بخوا. چیز میز نمیخوای سر را واسط بگیرم؟ نه قربونت، فهم منتظرم زود بیا. خدالس. سلام قشنگم. مرسی که دعوتم کردی. سلام، بیا تو. یعنی من تو این خونه اصلا باورم نمیشه. آرزوم بود. خب حالا بشین یه شربت برات بیارم. یعنی واقعا میشه تو یه روز مال من بشی؟ تو آشپزخونه چیکار میکنی لعنتی؟ بیا بشین کنار من. این حرفا چیه میزنی؟ تو الان چند وقته داری به کسی پیام میدی که زن رفیقته؟ محمد تو رو داداش صدا میزنه، اصلا میفهمی؟ مگه من چی گفتم؟ گفتم ازش جدا شو. من فقط میخوای چی؟ به رفیقت خیانت کنم؟ من فقط میخوام کم بوده که رفیقم برات میذارن جبران کنم. من عاشقتم لعنتی. آخ تو اگه این زبونو نداشتی برم تو اتاق لباس عوض کنم. میگم نادیا میشه بیام اتاق تو ببینم؟ همیشه رو تختتون اتاق اون لباسی که دوستش دارم تصورت میکردم. نادیا میگم امشب که دوتایی تو نمیخوای منو به آرزوم برسونی؟ چیز زیادی نمیخوام و فقط دلم میخواد. فقط چی حرومزاده؟ تو منو داداش صدا میکنی و چش دنبال ناموس منه؟ این تفلک به من گفتی بود توی بیشرف بهش پیام میدی. فقط من به جای پشت اون باشم پشت توی بی همه چیز بودم. فکر میکردم رفیق منی، فکر میکردم از خودمی، نمیدونستم انقدر بیزاد. یه لحظه حرف من گوشی نه چی تو داشتی منی گم چه خوردم بابا یه لحظه گوش بده گم شو از زندگی من بیرون. بد داره کردن ولی تو ساده رد میشی خبر داری